استاد در صحیح بخاری ابو هریره و حضرت ابوذر روایت کردند درباره تأخیر نماز پیشین در گرمی تابستان و در سردی زمستان. همین را ما چگونه عمل کنیم؟ چون این روز می‌بینیم در تمام اینجا نماز پیشین در یک وقت فقط در ساعت یک است. وقتی نماز پیشین می‌دراید در مسجدها در ابتدای وقت باید از آن گفته شود. اما مسئله قامت، مسئله تکبیری که قامت گفته میشه، مقصد شریعت از قامت چی است؟ از آن آدم‌هایی که در بیرون مسجد است به آنها اعلان میکند که وقتی نماز رسید، بیا به نماز، بیا به نجات از آتش دوزخ. باید بین اذان و قامت فاصله باشد تا اینکه آدم‌ها طهارت کرده دریافت کرده به مسجد بیایند. 20 دقیقه، 15 دقیقه، 30 دقیقه. و وقتی قامت را الله تعالی وابسته به امام کرده است. یعنی از نگاه شریعت وقتی قامت که معین میکند امام همین قدر حقوق دارد، نه مؤذن. وقتی اذان شریعت بیان کردگی هست. وقتی اذان باید از وقتش دیر گفته نشود، بر وقت هم گفته نشود، باید در وقتش گفته شود. المؤذن مؤتمنون، مؤذن امانت نگهدار است، باید خیانت نکند، در وقتش اذان گوید، نه یک دقیقه پیش نه یک دقیقه قفا، در عین وقت باید اذان گوید. بسیار مؤذن باید احکام وقت را داند. اما مسئله قامت این اختیارش در دست امام است. امام میتواند بدی 10 دقیقه ماند، میتواند بدی 20 دقیقه ماند. من بعضی امام ها در رمضان قامتی بامداده بدی 10 دقیقه ماندیان. برای چی؟ برای اونکه آدمو که سحری کردند بعد سحری یا طهارت میکنن یا مسجد میرن، یعنی که همین قدر وقت ماندیان فرض میخونه یا سنت به وقت ماندیان 15-20 دقیقه قامت ماندیان. برای چی؟ اگر مانند غیر رمضان 1 ساعت وقت مانند، احتمال است که آدمو کمتر میشند و غنبش میبرد، خوابش میبرد، یکی میخیزد که فرض قضا شده است، بامداد نخواند است، هم جماعت از دست رفت، هم فرض قضا شد به خاطر سحری که به سنت است. سحری خستن کردن، سحری کردن سنت است، بله در وای خیر و برکت است، لیکن به حکمش سنت است. اگر رفت سحری نکنیدم روزتان روزه است، لیکن فرض ترک کردید. بنابراین در حال قامت بر وقتر میگیرن که تا اینکه مردم بعد اینکه سحری شکست طهارت کند بیاد و سنت خواند، نماز فرض خوانیم و بعد روان. یعنی امام حق دارد. و در تابستان پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که ابردوا بالظهر، نماز پیشین خنک‌تر کرده خوانید. چون که نماز پیشین مردم عرب هجیره میگفتن نامشه و نماز پیشین را پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک وقت میخونه که اون وقت عرب ها هجیره میگفتن. هجیره وقتی که مردم کوچه برایی ترک میکردن. اون زمان نه کاندیسنر بود و نه خنک ها بود، مردم کوچه برآمدن ترک میکردن. اون گرمی تصفان در تابستان و زمستانش هم گرم است مکه مدینه، لیکن تابستانش بسیار گرم است برای اینکه زمینش خشک است، در زیرش آب ندارد، درخت ندارد، بسیار گرمیش تصفان و سوزان است. مردم کوچه نمی برآمدند وقتی پیشین. انا همه وقت پیامبر صلی الله علیه و سلم پیشین میخواندن، لیکن گفتن که ابردوا بالظهر، یعنی پیشین کمتر خنک‌تر کرده خوانید. خنک‌تر این که مقصد کمتر دیرتر خوانید، سال زهر آفتاب شکند. از آن در وقتش گفته میشد و فرض کردیم قامت امام تعیین کرد که بدی 2 ساعتی از آن یا بدی 1 ساعتی از آن تعیین کرد، معین کرد، اجازت است. لیکن امروز که این چیز در دست ما نیست، امام ها مثلا پیشین در ابتدای وقتش تعیین کردیم، در این حالت شما همراهی جماعت رفته خوانده هم میگیرید، یعنی اون مستحب است. کمتر یعنی در تابستان پیشین دیر کرده خوانده مستحب است، اون فرض نیست، شرط نیست. در ابتدای وقتش هم خوانه درست است، لیکن اگر همه کسی فهمن و در تابستان یا 2 ساعت دیرتر خواند هیچ گپی ندارد. مسجد اگر همین اعلان کنه که شما در جماعت نمیخوانید، شما تنها گذار هستید، در یک مثلا در صحرا هستید، در یک جای هستید که نماز جماعت به شما واجب نیست، در این حالت شما اختیار دارید که پیشین کمتر خنک‌تر کرده خانه، یعنی حالا عصر نشده است و در تریتوری وقتی پیشین،
یعنی پیشین وقت هر یک نماز حدود دارد، ابتدای وقت و آخری وقت، یعنی در همین مابین شما حق دارید نماز خوانید. در ایام تابستان میتونید پیشین کمتر، در ایام تابستان در وقتهای خنک‌تر، یعنی در عین گرمی آفتاب کمتر بدتر خوانید، اجازه است.